سلام، تو این قسمت قصد داریم ایجاد جدول به روش ورود داده ها یا دیتا شیت رو بهتون آموزش بدیم از برنامه اکسس. برای این کار ابتدا یک فایل اکسل، برنامه اکسل رو من اجرا میکنم. یک دیتابیس ایجاد میکنم، دیتابیس 5 و کریت رو میزنم. ببینیم که اینجا یک جدولی داریم و تو حالت دیتا شیت ویو هستیم. برای اینکه وارد دیتا دیزاین ویو نشیم و از همینجا یک جدول ایجاد کنیم و ورود داده کنیم، به این طریق ما اقدام میکنیم. اولا که روی این قسمت کلیک تو اد یک راست کلیک میکنیم و نوع داده رو برای اون فیلد انتخاب میکنیم. من میخوام این فیلدمو از نوع داده تکست بگیرم، پس شورت تکست رو انتخاب میکنم. اسمش رو میذارم نام. فیلد بعدی رو روش راست کلیک میکنم و دوباره شورت تکست رو میذارم فامیلی و فیلد بعدی هم به همین صورت شورت تکست و نام پدر رو میذارم. فیلد بعدی رو هم راست کلیک میکنم و میخوام تاریخ تولد بذارم، پس از نوع داده دیت اند تایم استفاده میکنم و اینم میذارم تاریخ تولد. حالا میخوام توی این جدولم دیتا وارد کنم. توی این خونه کلیک میکنم، اسمو میذارم علی و دکمه تب رو میزنم و به خونه بعدی میرم. علی پور. دوباره دکمه تب رو میزنم. فرزند محمد. مجدد دکمه تب رو میزنم. تاریخ تولد رو به صورت دستی، چون از نوع داده دیت اند تایم استفاده کردیم، اینجا به صورت دستی وارد میکنیم. خب و الان من کلید دکمه سیو رو میزنم و این یک کادری برای من باز میشه و میگه اسم جدول تو چی میخوای بذاری. من میگم میخوام بذارم مشخصات افراد و این رو سیوش میکنم. پس این شد ورود اطلاعات از طریق دیتا شیت و دیتا شیت ویو. خب حالا من میخوام این سرستونا یا به فیلدامون رو ویرایش کنم. برای این کار میتونم روی این فیلد موسمو نگه دارم و دبل کلیک کنم و جای نام بنویسم اسم، یا میتونم روی فیلدم نام فیلدم کلیک راست کنم و دکمه رینیم فیلد رو بزنم و بگم این دفعه نام خانوادگی و همینطوری دابل کلیک میکنم یا راست کلیک میکنم و رینیم رو میزنم، میزنم فرزند. خب پس اینم شد برای تغییر نام فیلد ها. حالا برای بزرگ کوچیک کردن این فیلدامون چیکار میتونیم کنیم؟ میتونیم رو مرزشون، روی این مرز وایسیم، دکمه کلید موسمون رو روی مرز این دوتا خونه نگه داریم. وقتی شکل موسمون به این حالت در اومد و میتونیم بزرگ کوچیک کنیم اندازه این فیلدمون. خب این یه راهشه. یه راه دیگهش چیه بچه‌ها؟ یه راه دیگهش اینه که روی فیلد موسمون رو نگه داریم، راست کلیک کنیم و از گزینه فیلد وید استفاده کنیم و اینجا بهش به صورت دستی عدد بدیم، بگیم که مثلا روی 12 بذار، یا مثلا میتونیم بگیم که حالت استانداردش رو در نظر بگیرید. این تیکو بذارید میشه استانداردش 13 ممیزه مثلا و اوکی میکنیم. یا برای کوچیک کردنش میتونیم به این مرز به این دوتا فیلد وایسیم و دبل کلیک کنیم. ببین اندازه آخری اندازه بزرگترین دیتای وارد شده توی اون فیلد میشه این خونمون.